جسی مزاحم این خانمای زیبا نشو. جسی با هر کسی دوست نمیشه، معلومه از شما خیلی خوشش اومده. جسی جفت نداره، اگه سگ داریم بیارین جفت بندازیم با هم دیگه فامیل میشیم، خودمونم با هم دیگه جفت میشیم. جسی فقط از دست خانمای خوشگل غذا میخوره ها. جسی رو دیدین؟ من یه سگ دیگه هم خونه دارم، اون خیلی خوشگل تر از اینه. بیا من خونمون بهتون نشون بدم. بیا ماما میکردی، اینم مامانت. ببخشیدا شاید باورتون نشه ولی تا حالا برای کسی دم تکون نداده بود. اگه دوست دارین شب سگامون رو ببریم پیاده روی و با هم دیگه بازی کنن. شنیدید سگا با وفا و مهربونن؟ منم همینطوریم. حالا بی ربط بود ولی خواستم بدونید. اگه خوشت اومده بیارش خونتون. روتون جیش کرد؟ این از علاقه است. تعیین قلم رو کرده، میخواد بگه شما مال منی، یعنی مال اینی. سگ من بغلیه، دقیقاً عین صاحبش. سلام، چطوری؟ برای من مهم نیست جسی حالتو پرسی. من مربی سگم، خواستی بیام خونتون سگتو آموزش بدم. واسه بهت گفتم پنجشنبه تولد سگی که دوستامه، بیارشون بشینن با هم دیگه دیرینک بزنن. مشخصه که ذاتتون خیلی خوبه، وگرنه اگه ذاتتون بد بود پاتونو میخورد.